شما؟ اسم ما نعیم است. و در کجا زندگی میکنه؟ در پغمان. نام این منطقه را چی نامه؟ قلعه صادق است. بسیار خوب بسیار خوب. چطور به این طرف خانه هم است؟ خانه زیاد است. نه خانه خودتان یعنی؟ خانه خودم میشه. بسیار خوب بسیار خوب. چطور خواستین که در این طرف بین؟ حالا اینجا ما دیدیم که منظره کنیم چکر است، روزا عید است. بله. عید نوروز جورا ساختین. عید نوروز جورا. بسیار خوب. چی مسئولیت دارین؟ مسئولیت من سنسوری است. دکاندار است. بسیار خوب. در کجا؟ در چردی بزنید. بسیار خوب بسیار خوب. دیگه کام مسئولیت دیگه خو ندارین. دیگه کلام مسئولیت خاص نیست. این روزای حساب تفریحی. تفریحی است دیگه. روزا تفریحی است. تنها خودت اومدی یا با دوستان؟ دیگه بیدار بچهای کاکا است. رفیقات برادر خونده پدرم است. بسیار یا آمدیم یه چاشت دیگه بدیم نون کردیم خوردیم شکر. نوش جان تو نوش جان شیخ نوش جان. و چطور از اینجا منظرش خوشتون میاد؟ منظره خوب بابا آستک میگه سایل سطری. بسیار خوب. اینجا خوب حساب گازه کشید. گازه کشیدا پیش است. بسیار خوب. از روزگار خوش هست انشاءالله. شکر الحمدلله. بخیر میگذره. کاروبار چطور بود در روزای عید؟ کاروبار خوب بود. میشه انشاءالله شد. هرچی مرچی خبر آمد. برام خوب. شکر. مثلا شو جور باشی موفق باشی در زندگی. ناامید نباشی. نه چرا ناامید باشم؟ هیچ وقت